همونطور که در تیتر این ویدیو دیدین، میخوام بهتون بزرگترین رویداد راهپیمایی در جهان رو که در هلند در شهر نایمخن برگزار میشه رو معرفی بکنم. تاریخ این رویداد رو در کپشن براتون مینویسم. رفتین تاریخ رو ببینین، حتما یک قلب هم برام توی کامنت ها بگذارید، ممنون میشم. این رویداد 4 روز زمان میبره و شرکت کنندگان در این راهپیمایی روزی بین 30 تا 50 کیلومتر راهپیمایی میکنن و از روستاها و مناظر زیبای این شهر دیدن میکنن. اکثر روستاییان که خانه‌های سنتی هلندی دارن، درهای خونه‌هاشون رو برای مهمانان باز میذارن و از شرکت کنندگان پذیرایی میکنن. اگر بخواین از تاریخچه این رویداد بزرگ و 4 روزه مطلع بشیم، باید بگم که از سال 1909 این رویداد آغاز شد و این ارتشیان بودن که این رویداد رو رقم زدن و شروع کردن، ولی کم کم تغییر کرد و به یک رویداد جهانی تبدیل شد که نه تنها اهالی خود هلند بلکه از سرتاسر دنیا در این رویداد شرکت میکنن. اگر خواستین در این رویداد شرکت بکنید، 3 تا چیز رو یادتون باشه. 1، روز اول همه لباس متحدالشکل آبی میپوشن. روز دوم همه صورتی رنگ میپوشن و در روز آخر یک جشن بسیار بزرگ و بسیار فرح بخش در نایمخن تشکیل میشه که امیدوارم توی این جشن شرکت بکنید و تجربه خیلی خوبی برای خودتون رقم بزنید.